پسر من که باید بمیرد و یک روزی مرد به سراغش می آید، پس چرا برای بیداری و حیات و زندگی واقعی احساس مسئولیت نکند؟ میگه پسرم درس بیداری رو به من داد. پیشانی پسرم را بوسیدم، گفتم پسرم تو پدرتو بیدار کردی، برو برای بیداری حرکت کن. هر جایی که دعوت به بیداری است از اون صحنه عقب نمانید. خداوند وقتی فرزند من و تو داد شکر خدا را کردیم. میدونی شکر فرزند چیه؟ وقتی به دنیا میاد این که دست رو بلند بکنید بگید خدایا این فرزند تو به من هدیه دادید برای سعادت من، برای خوشبختی من. هدیه تو بود برای توانمندی من، برای اینکه تاج شرف و عزت و سربلندی باشد، برای اینکه آرامش برای من و شادابی و تراوت. خدایا من اینو تقدیم خودت میکنم. خدایا این فرزند منو به عنوان مجاهدی برای نصرت دینت و کتابت و بندگانت و فقرا و مساکین از من قبول بفرما. لحظه تولد فرزند باید اینو تقدیم به راه خدا بکنید و از خداوند بخواهید که این فرزند تو رو به عنوان یک ناصر، به عنوان یک مجاهد بپذیرد. و اگر اینو تقدیم نکردید همین فرزند سبب بی‌آبرویی پدر و مادر می شود. از جوانی پرسیدم از کی با مواد مخدر آشنا شدید؟ گفت وقتی سنم 10 سال بود. گفتم از چی شروع کردید؟ گفت از ته سیگار. گفتم اون ته سیگار تو کوچه جمع کردید؟ گفت نه تو خونه. گفتم از بیرون می آمدن تو خونه شما می کشیدن؟ گفت نه پدرم. بعد از 20 سال دوستی با اعتیاد، سبب اعتیادش ته سیگار باباش بوده. ادای باباشو در می آورده. این چیه تو لای انگشتاش میذاره؟ یا معلمین نمیگن یا میگن و ما نمیشنویم. 2 حالت برای بدبختی هست: سکوت معلم یا نپذیرفتن ما. چقدر جوانای اهل سنت شکار خودکامگی و سادگیشون خوردن. چقدر جوانای ما رو فریب دادن تو گلکویست، اونها رو میبردن تهران خام میکردن. من سفری داشتم به استان گلستان، 4 تا جوان آمد متحمس بود چرا علمای اهل سنت گلکویست رو حرام کردن. ما میخوایم زود تاجر بشیم، سرمایه‌دار بشیم، مگر شما نمیگید باید مسلمان قوی باشه؟ بعد میخوایم چه؟ با همین پول مسجد و مدرسه دینی درست بکنیم. همه ورشکست شدن. تعدادی من تو بندر عباس میشناسمشون، در به در شدن. به عنوان پولی ازشون استفاده میکردن، سودشون اون کلان کلان خوردن. این بدبختا موندن با شرمندگی و بدهکاری. بعضی خونه هاشون از دستشون رفت، بعضی اصلا منجر به طلاق شد بین زن و مردشون، از هم جدا شدن. حرف گوش ندادن حرف معلمو. جهاد که فقط اسلحه نیست یک گلوله توش بذارید و کسی رو بکشید. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، جهاد تبلیغی، جهاد سیاسی، جهاد جنگی. 5 تا جهاد داریم.
لاینفک نیستن، اینا از هم منفک نمیشن. والذین جاهدوا فینا، جهاد مالی، کسی که انفاق مال میکنه این انسان توسعه یافته است، انسان لامحدودی است. چون انسانی که خیره، منفقه، وصل به بالا، فکرش توسعه یافته است. انسان بخیل اون انسان محدودیه، فکرش خیلی تنگه، محدوده، طبعش خیلی ضعیفه. انسان خیر بلند همته، خیر باش. والذین جاهدوا فینا. کدوم نوع جهاد دوست دارید؟ بیا تو میدان. واقعا خیرینی که آمدن تو میدان سنگ تمام گذاشتن. عزیزی تعریف میکرد، میگفت ما تصمیم گرفتیم همین عروسی جمعی تو سوزا برگزار بکنیم. یکی از دوستان آمد گفت من هر کدوم یک کولر اهدا میکنم. این منت نیست، این هدیه است. میگه انگیزه انسانهای تاجر تقویت شد. چقدر خوشحالم، فکر میکنه کولر داره برای پسر خودش میخره. جامعه اسلامی و انسانی اینطوری باید باشه، نگاهش باید اینطوری باشه. الذین ان مکناهم فی الارض، اسباب تمکن گفتم. هر متمکنی خدا میگه تمکن من دادم. الذین ان مکناهم فی الارض، کسانی که ما اونها رو در زمین متمکن ساختیم، توانمند ساختیم، با 4 کار انجام بدهن. اقاموا الصلاة، چیزی که تمکن رو حفظ میکنه، و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. دنبالش میگه ولله عاقبة الامور. بعضی از تجار وقتی تاجر میشوند عیاش میشوند. فکر میکنه که اگر که تاجر عیاش نباشه، مصرف نباشه، بیبندوبار نباشه، مال و حیف و میل نکنه، ظالم نباشه، فاسد و مفسد نباشه، این اصلا کلاس پولداری رو پایین میاره. فکر میکنه کسی که تو مسجد الذین ان مکناهم فی الارض اگر متمکن شد، یا طرف فکر میکنه اگر حاکم شد، آدم نکشه، ظالم نباشه، زندانها رو با متفکرین و اندیشمندان و مبلغین و دعوتگران رو پر نکنه، فکر میکنه که این با تمکنش، با هیمنتش، با سلطهش تضاد داره. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. ای برادر متمکن، چه از نظر علمی، چه از نظر حکمی و چه از نظر مالی، اینو بدون که تمکن یک امتیازه که خدا بهت داده، که خدمتکار خلق، یعنی خداوند زمینه رو برای تو فراهم کرده که خدمتگزار خلقش باشید. از این امتیازی که خدا به تو داده استفاده بکن. اقاموا الصلاة. نماز وسیله‌ای است که تمکن رو حفظ میکنه. شما دیدی که کسی از نماز خوندن و خیر کردن ورشکست و بی آبرو بشه؟ اما میلیونر و میلیاردر عیاش بی تقوا و بی نماز دیدیم که چطوری ورشکست شده و بی آبرو شده. همین شما اگر دورتون بچرخی میدونی که چند هزار نفر بی اعتبار شدن، بی آبرو شدن. و آتوا الزکاة. زکات تزکیه هست، پاکی است، طهارت، توسعه هست، سعادت. منت سر خدا نگذارید، از خدا تشکر بکنید. جهاد مالی، جهاد تعلیمی، در سنگر تعلیم و تربیت تو کجایی؟ جهاد تبلیغی، این دوربینا رو میبینید اینجا گذاشتن،
این میکروفونا رو، اینا ابزار، این صفحه رو، این پروژکتور رو، اینا ابزار جهاد تبلیغی هستن، یعنی جهاد فرهنگی. زمانی که شبکه هایی زاییده شد که عقیده رو زیر سوال می برد، بهترین شخصیت های برجسته صدر اسلام و اهل بیت پیامبر و بهترین یاران پیامبر و بعضی شبکه ها هستن که 24 ساعت دارن دشنام میدن به صحابه و همسران پیامبر. با منبر جمعه که نمیشه این مزایا رو گفت، اون جهانی پخش میشه. شبکه نور زاییده شد، شبکه‌ای که درش فحش نیست، تحقیر مخالف نیست، توهین به کسی نیست. نیاز نیست برای ترویج مذهبت، اگر مذهبتو دوست دارید، به کسی فحش بدید. کسی که مذهبش براش دوست داشتنی نیست و عزیز نیست، فحش میده، توهین میکنه. ما مذهبمون و عقیدمون رو دوست داریم، نمیخوایم با فحش به دیگران مذهبمون رو مطرح بکنیم. ما از چنین مذهبی که با فحش بخوایم مطرح بکنیم بیزاریم، به خدا پناه میبریم. دین پاکه، دین نشأت گرفته از الله پاکه. چقدر مردم روشن شدن، چقدر مردم استفاده میکنن، چقدر مردم بیدار شدن، آگاه شدن. در جهاد تبلیغی چه نقشی دارید شما؟ نمیتونید CD شیخ زیایی رو تکثیر بکنید؟ یه 50,000 تومان تو عروسی قرار شده، تو عروسی همش پلو بخورید؟ چقدر پول میدن برای پلو درست کردن و چقدر از این پلوها بیرون میریزن، اسراف میشه. همش باید کیک بخوریم، دانمارکی بخوریم؟ این کارهای دیگه بکنیم. 2000 تا CD شیخ زیایی، CD فشرده، 150 تا سخنرانیش، بریزید داخل، کپی بکنید، دم همین در خوش آمدید بفرمایید. دوستی تعریف میکرد، میگفت مهمان نوروزی برام آمد، شب CD شیخ زیایی گذاشتیم، گوش داد. اعضای خانواده دوستمون بود، از تهران آمده بودن، خیلی به دلش نشست. شب بعدی گفت فلانی دوست عزیز، از همون CD شیخ تو یکی دیگه نداری بگذارید؟ میگه وقتی میخواستم برن گفتن یه 10-15 تا از این CD شیخ تو ندارید به ما بدید ببریم با خودمون تهران برای قوم و خویشا. مهمون نوروزی هم میاد، ساعت 1 نصف شب قلیون میخواد، فیلم هندی میخواد، فیلم رقص میخواد. اگه گفتی نیست، میگه شما تو کشم بندر عباس به دبی وصله، فیلم ندارید؟ مهم که تو چطوری باشید. جهاد سیاسی، بینش سیاسی داشته باشید، شرکت بکنید که بهترین ها رو به کرسی بنشونید. بعد میاد جهاد جنگی و رزمی. خیلی خوشحال شدم این بچه ها رو دیدم، این بچه های رزمی کار آمدن. اینا همشون انسان های با تقوا بودن. اینا این دوره ها رو ندیدن که یقه باز بکنن، مردم رو چوبکاری بکنن، سینه‌شون رو نشونه، بازوشون رو نشونه مردم بدن. یک کمی چشمتون باز بکنید، این کشورهای اسلامی رو ببینید که جوانا بیدار شدن. امشب شب خوبی است،
هر شب شب قدر است اگر قدر بدانید. صحبت‌های خیلی خوبی شنیدیم شیخ درباره حق مرد و حق زن. وقتی حق ادا میشه جامعه تقویت میشه. اگر مرد حق زن رو پرداخت کرد، در حقیقت زنش رو تقویت کرده برای حمایت از خود مرد. انسان مسلمان حق نداره شلخته بیرون بیاد از خونه. اینو میفهمیدید؟ نگو ریش خودمه، سر خودمه، لباس خودمه، کفش خودمه، هر طوری دوست دارم میام بیرون. اشکال نداره، کفش خودته، لباس خودته، ریش خودته، موی سر خودته، اما تو خونه حق دارید این حرفو بزنید. اما بیرون که آمدید حق ندارید. شلخته باشید که کسی که با تو برخورد میکنه تراوت و شادابی رو ازش بگیرید. خیلی وقتا به دوستی نگاه میکنیم شاد میشیم، از نظم لباسش، از شانه سرش، از شانه ریشش، از اتوی لباسش، از بوی خوشش. اینو خیلی هزینه مالی نمیخواد. یه شانه کوچک هزینه مالی نمیخواد. تو حق نداری شلخته بیرون بیاید. اگر تو عضو جامعه هستید حق ندارید شلخته جلو زن و بچت بچرخید. سبب افسردگی دوستت میشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی میرفت به جایی نزدیک به مردم که میشد قافله رو ایست میداد. 4 چیز همراهش بود تو هر سفری: آینه، مسواک، عطر بوخوشی، شانه. این 4 چیز همیشه همراهش بود، چون با مردم معاشرت داشت، برخورد داشت. قبل از اینکه با مردم تماس بگیره سر و صورتش رو تمیز میکرد، وضو میگرفت، مسواک میزد، آینه رو در می آورد، شونه میکرد. میگفت ما میخوایم با مردم صحبت بکنیم، برخورد بکنیم، مردم بیان تو صورت ما. گفته کسی که پیاز و سیر خورده نزدیک به مساجد ما نشه. خذوا زینتکم عند کل مسجد. هر چی زینت و آرایش دارید بگیرید وقتی مسجد میرید. امروزه اگر کسی مسجد بره با یه لباس اتو کشیده، نماز 5 وقت، جوراب بپوشه، کفشش واک زده، آتکلم بزنه، مثل که بندر نرفته. جدیو تو نگاه بکن، نماز ظهر هوندی، نماز پسین هوندی، مثل که بندر نرفته، مثل که بازار نرفته. خداوند میگه خذوا زینتکم، جلو آینه بیست، شونه بکن، آتکلم بزن، مسواک بزن، لباس اتو کشیده برو مسجد. گفته اگر کسی پیاز و سیر استفاده بکنه فلا یقربن مساجدنا، نزدیک به مساجد ما نشه. یک جامعه بشاش، شاد، که کمک میکنیم حتی با برخوردمون، با ظاهرمون دیگران رو شاد بکنیم. تبسمک فی وجه اخیک صدقه. لبخند تو صورت برادرت، باور بکنی با یک لبخند میتونید این جوانا رو جذب بکنید. یکی از روستاهای همین منطقه آمار خودکشی جوانا خیلی بالاست. همین چند روز پیش دوباره یک جوانی خودش رو کشته. دوستی میگفت یه وقتی بیاید با این جوانا بشینید، مواد مخدر اونا رو از پا در آورده، شیشه اونا رو از پا در آورده، همه چی تو خونه دارن خورد میکنن چون شیشه مصرف کردن. بیاید بشینید باشون. میگن ما به بنبست رسیدیم. باید این ورزش هم حمایت بکنیم، اناشید هم حمایت بکنیم. امروز عروسی خوبی بوده، از عصر پدرها اینجا عزبا داشتن، اون رسم و رسومات سنتی قدیم. این برنامه بعد از عشام تنوع تو برنامه. قدر این نعمت ها رو بدونید. ما باید قدر شما بدونیم. ما خیلی مدیون شما هستیم. اول فضل خدا، دوم دعای خیر و همراهی شما. شما یاران وفادارید. چند شب پیش هشنیز گاهوندی بودم. دوستان گفتم بعد از 10 سال این مراسم دومی است که تو آمدید. جوونی بود تو بندر عباس،
سال اول دانشگاه رابط بود، تو جمع دانشجوها می آمد مسجد حاجی یوسف سورو، خصوصا تو رمضان. ملاقاتش کردم، گفتم فلانی بعد از اینکه دانشگاه تمام کردی چه کار کردید؟ گفت شیخ فوق لیسانسمو ادامه دادم، فوق لیسانس گرفتم، الان دبیرم و برای دکترا خودم آماده میکنم. گفتم الحمدلله. میدونی چقدر خوشحال شدم؟ اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.